أوحى به والأماني ظلاله تتفيات ربيع وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادر و خواهر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای را که برای ما و شما فرصت عنایت کرد لحظاتی با هم در مورد مسئولیت های ما و بحث و مذاکره بشینیم. تمنا میکنم که این لحظات الله منان در عبادات ما حساب بکنه و در میزان حسنات ما بیفزاید. مثل برنامه های قبلی باز هم نماز که روشنی دل ما و شما هست، نماز که سعادت دنیا و آخرت نمازگزار تضمین میکنه. این نماز است که زندگی ما و شما را سر و سامان میبخشه. این نماز است که سعادت دنیا و آخرت برای ما فراهم میکنه. چرا اینقدر نماز؟ چرا اینقدر اصرار به نماز؟ قرآن پر است از اقامه نماز. پروردگار منان، پروردگار مهربان، میبینیم همیشه ما را به طرف نماز امر میکنه، دستور میده نماز بخوانیم. در این خیر ما هست بدون شک. اذان نماز بشتابین به طرف نماز، بشتابین به طرف خیر و سعادتتان. صبح وقت همه در خواب هستیم، ندای ملکوتی هست که الصلاة خیر من النوم، بهتر است از خواب. نماز، خواب انسان دوست داره ولی نماز از خواب بهتر است. بخیزین بنده های عزیز من، بخیزین. سبحان الله. طبعا که این نماز تأثیرش در فرد، در خود شخص نمازخوان، در خانواده نمازخوان، در اجتماع نمازخوان خیلی مهم و مؤثر است. و تاریخی را ثابت کرده. وقتی مسلمان ها به نمازشان پابند بودن، اهتمام داشتن، نماز دوست داشتن، نماز برش اهمیت قائل بودن، برای نماز وقت خودم می گذاشتن، نماز دوست داشتن، از نماز سیر نمی شدن، اونا سرورای جهان بودن، رهبرای جهان بودن، نامشان به نیکی یاد میشه. از این سبب است که ما و شما هم خوشی و آرامش قلب خود ما را، زندگی پر از سعادت خود ما را در همین نماز جستجو بکنیم. با تأسف وضع امت، کل ما، عدد ما خیلی زیاد است الحمدلله، ولی همگی ما پریشان هستیم. کم هستن کسایی که یک آرامش قلبی برشان باشه، ولی وقتی اونا هم متوجه کل امت میشن، اونا هم احساس آرامش خود از دست میتن. به این خاطر ما میبینیم که دلهای ما از خشوع خالی است، در عوضش اضطراب و تشویش پر است، سراسیمگی هست، وسوسه ها هست، مصیبت ها دامنگیر ما شده، آرامش از خانه های ما کوچ کرده. چرا ما نماز
اهمیت نمیدیم. نماز حق نماز ادا کرده نمیتونیم. اما نمازی که از ما خشوع و خضوع، تمرکز فکری در داخلش تقاضا میکنه، ما همونا را برآورده کرده نمیتونیم. ما وقتی قرآن رو میبینیم ورق میزنیم، این آیت ها رو همیشه شما شنیدین، خواندیم، ما برای شما خواندیم، شما خودتان خواندین. هر شیخی، هر دعوتگری وقتی به نماز مردم تشویق میکنه یا به نماز دعوت میکنه، میبینیم همین آیت تکرار میکنه. اعوذ بالله وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. اهلت به نماز هدایت بده، امر کن نماز بخوانند و خودتم بر نماز همیشه پایدار و با استقامت باش. جاهای زیادی میگه که شما را این نماز از بدبختی ها، از شقاوت، از انحراف، از عصیان در برابر الله جلوگیری میکنه. از گناه هایی که در کمین است شما را این نماز نگاه میکنه. ولی مشکل کجا هست؟ مشکل همی است که ما این آرامش ما را، سعادت ما را، این کامیابی خود ما را در دیگه چیزها تلاش میکنیم، عواملش در دیگه چیزها فکر میکنیم، میپالیم. البته وضع اقتصاد ما خوب نیست، در کشورها جنگ هست، این است که آرامش ما را از بین برده، این است که وضع اقتصاد ما را خراب کرده. کشورها میاین، کشورهای ما سردمدارا میاین، این ظالمان مستکبرین میاین به خانه های ما تجاوز میکنن، کشورهای ما را غصب میکنن. ما اینا را در کشورکشایی های از اینا، در استعمارگری های از اینا، بدبختی های خود ما را جستجو میکنیم. چی رقم با اینا مقابله کنیم؟ توطئه های اینا چی از اینا رو خنثی کنیم؟ اول یاد ما میره که ما یک چیزی که بسیار مهم است، سلاح ما است، امو راهنمایی ما را میکنه، امو قوت قلب ما هست، امو زره ما است، سپر ما هست در برابر هر تجاوزگر، از شیطان و نفس تا این تجاوزگرای انسی و جنی. همون نماز است. نماز برش اهتمام کنیم، نماز دوست داشته باشیم، حق نماز ادا بکنیم. شما را به خدا وقتی نماز خود مخاطب با شما نمازخوانای عزیزم هستین، کوشش میکنیم نماز زود بخوانیم، نماز زود خلاصه، ساعت ما را سیل میکنیم، وضعیت ما حول میبینیم. برادر قسم میکرد که در یک نکاح رفته بودم، میگه وقت نماز شد سجاده ها را عوار کردن در همون سالونی که نکاح بسته میشد. یک کسی قبله را یک طرف نشان داد، یک کسی طرف دیگه نشان داد، بالاخره سجاده ها را هموار کردن و یک کسی که نماز میده این میگه که من متوجه شدم که جای نماز که برای امام گذاشتن به یک سمت است قبله و جای نمازهایی را که عوار کردن برای مقتدی ها کج است یا دیگر رقم است. گفتم که اصل قبله کدامش است؟ از این مقتدی ها درست است یا از امام درست است؟ در سالون همو محفل کسی بود، موبایلش دستش بود، گفته که اینطور است. اینا کوشش کردن که میگه من کوشش کردم که قبله را جور بکنیم. یک کس صدا کرد که وقت کم است، نماز قضا میشه. یک کس گفت بگذار قبله، دل ما قبله هست. سبحان الله. و نماز خواندیم. نماز وقتی که با مجرد که گفت نماز سلام گشتان، دیدم که همه و یا اکثریت از جایشان خیستن. سنت اگر خواندن، اگر کسی میخواست بیرون میشد، فوراً از جایشان خیستن و به دیگه کارها ادامه دادن. و نماز چه رقم نماز بود شما رو به خدا؟ چرا یور خطایی؟ و نفهمیدیم که نماز چی هست، نماز با کی میخوانیم، نماز به خاطر چی میخوانیم. ما باید برای نماز آمادگی داشته باشیم، برایش وقت بگذاریم و خطا نباشیم. یک کاری که باید زود انجام شود خلاص شیم از همو
گپای همیشگی که از غم نماز خلاصیم، بیاین میره بخوانیم که غم ما کم شود. نعوذ بالله. شما وقتی برای نان خوردن میخواین نان بخورین، یک رقم نانی است که فورا میکشن و علپته مردم میخوره و میخیزه و پشت کارش میره، دگلونش میپرد، دستش ناشسته است، یک چیز دگلونش پرید او چپکت و امثال از این چیزا، به یک ور خطایی و یک رقم نان خوردن دیگه است. دسترخوان اوار میشه، اعضای خانواده دورش میشینن یا مهمانا دور دسترخوان میشینن، دستایشون هم میشوین، اول میاین میشینن، بعد نان میآید، آهسته آهسته دسترخوان دکوریشن دسترخوان جور میکنن، قاشق و پنجه و دستمال و اینا رو هموار میکنن، بعد از او سوپ میارن و بعد از او یک چیز دیگر میارن، بعد از اون غذای اصلی رو میارن و مردم نانشون میخورن. میبینیم که هر کس تعریف میکنه از نان. وقت زیادی رو بر خوردن نان ما قائل میشیم و بعد از او از تشکری میکنیم از صاحب خانه و از مهمان نوازیشان و از کسایی که دسترخوان آوار کردن و جمع کردن و آوردن و خوردن و میگیم که مزه‌دار بود، نان در جان ما ششت. حالا نماز غذای روح ما است. اگه اون نان و آب غذای جسم ما بود و معده ما را آرامش دادیم، روح ما را چطور آرامش بدیم؟ سلول بدن ما را چه رقم نورانی بسازیم؟ تمام حجرات بدن ما ذکر بکنن، خدا بگوین. برای از این وقت قائل شیم، وقت بگذاریم برش، آمادگی داشته باشیم برش. ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که شما برای نمازتان آمادگی بگیرید، لباس خوبتان رو بپوشید، خودتان خوشبو بسازید. سبحان الله. وقتی اگر بر طرف مسجد میریم بدوش نرین، به تمکین به وقار برین. خیر است اگر از نماز جماعت شما چند رکعت، یک رکعت از نماز به عقب ماندین، ندوین و خطا نشید. اگر شما وقت برین به مسجد، اولین نفر باشین به مسجد داخل شوین، آخرین نفر باشین از مسجد خارج شوین. به به، شما به نمازتان اهتمام کردین، شما رفتین به ملاقات الله. برای شما موعد گذاشته بود الله که با شما صحبت میکنم، بیاین. شما کدام مشکل دارین بیاین بر ما بگوین. و ملاقات الله وقت انسان میره باید لباسش سر و وضعش ببین. برای شما وضو، پاکی بدن ما، پاکی لباس ما، پاکی جای ما، جای نماز، اینا از جمله نظافت های ظاهری و باطنی هست. وقتی ما از وجود ما، از پاکی بدن ما، از نظافت خود جسم ما ببینیم، شرط نماز هست. اگر شما وضو نداشتین، جانتان پاک نبود، شما نمازتان نمیشه. تمام شب درست ادا بکنین ولی شما یک رکنشه یا یک شرطشه شما انجام ندادین، وضو نداشتین، رفتین نماز خواندین، لباستان بی نماز بود، جای نمازتان آلوده بود. این از نظر ظاهریش است. ولی بیاییم از نظر داخل، باطنیش، معنوی. وقتی من غسل میکنم یا وضو میکنم، تمام اعضایی را که من در نماز باید او را بشویم، هر کدام از این برای من یک معنا داره. دستای ما وقتی میشویم، خدایا من از کارهای زشت و ناروا که تو ناراحت باشی دیگه دست ما شوشتم، بس دیگه نمی کنم. دهانتان میشوین، بینیتان آب میگیرین، خدایا با این زبانم دیگه من زبان مالو میشویم، خدایا با این زبان دیگه اسیان نمی کنم، با کسی توطئه نمی کنم، کسی را دشنام نمیدم، گپای خوب میزنم، یا الله زبانم پاک کردم. و مشامم نمیخوایم بوی حرام داخل شود، خدایا بوی بهشت نمیخوایم از تو یا رب.
روی یکتان میشوین. خدایا در روزی که روی مردم سیاه و سفید میباشه، روز محشر، خدایا روی مرا از جمله روی پرنور و روی های سفید بگردان یا الله. شما سرتان مسح میکنید، در فکرم خدایا توطئه نیت سوء نمیگردان. خدایا مغزم، دماغم، سرم پاک کردم یا الله. بعضی از عرفا میگن وقتی انسان دستایش تا آرونجش میشه، مثل که ما بگیم دیگه تا آرون دستم از این کار ورداشتم. عکسش میبینیم کسایی را میگن که دستایشان تا آرون در خون ناحق سرخ است. عکسش حال شما پاک میکنین، میشوین، هم ظاهری هم باطنی، هم مادی هم معنوی. خدایا پای من میشویم، خدایا در اون راهی که عصیان است و گناه است نمیرم دیگه. خدایا حالا پای من شست و پروردگار. شما در آب توجه میکنین، آب از کسی بدون اجازه کسی من نگرفته باشم. آب این آب است که من خودم پول آب میتونم، یا در نهر نشستیم، در جوی نشستیم، در آب مسجد از استفاده میکنم، اسراف نمیکنم در این آب. چه چیزها رو شما مد نظر میگیرید و به خاطر چی؟ به خاطر که میخواین به ملاقات الله برید. الله منتظر شما هست. اذان داده شده یا شما پیش از اذان آمادگیتان گرفتین و میفهمین که ساعت چند من برای الله وعده دارم. لباستان، لباس پاکتان میپوشید. بعضی وقتا در خانه هم اگر شما نماز میخوانید و خطا نشین، با لباس خوابتان نماز بخوانید. تنبان یا شلوار که چسبیده، پیراهنی که کوتاه هست، برجستگی های اندامش ولو مردا هستند، برجستگی های اندام شما ظاهر است، نخوانین اون رقم نماز. کجا میرین شما؟ به حضور الله میرین، به حضور الله استاده میشین. او کسی که چپنش سر شانیش میپرته، آستینش نمیکنه، میگه مکروه هست. این از نش از تکبر شوی پیش خدا استاده است. درست آستین بپوش، آستینایت کوتاه نباشه، شانیت لوچ نباشه، لباس محترمانی تو بپوش، لباسی که تو را وقار و حیثیت برد. از لباس انسان داخل وجود انسان عیبهایی که داره پوت میکنه. چاقی و لاغری شما، استخوانای برآمده و کج و کور معلوم نمیشه. این لباس است که پوت میکنه عیبهای جسم انسانه. حالا به حضور الله میرین. شما به یک مهمانی میرین، چه رقم لباس میپوشین؟ یک کسی کوچه را تق تق میکنه. بعض وقتا مردا یا بچه ها میشرمن که با لباس خوابشان بیرون شون یا با لباسی که در خانه شیشتن. پیش یک انسان، پیش الله وقت استاده میشیم، بدون شک الله تمام وجود ما را میبینه، داخل و خارج، داخل معده ما را الله میبینه، داخل مغز ما را، نیت ما را الله میفهمه. ولی که ظاهر امر همی است که ما با لباس وقار، با لباس با عزت ما پیش روی الله استاده شویم. خوشبو کنیم خود ما را. فرق نمیکنه اگر مسجد رفتیم، در داخل خانه هم که هستیم خوشبو باشیم. عرق میکنه انسان. خانم در آشپزخانه است، شما در سر کارتان هستین، کالایتان دجانتان میچسبه، عرق کردین، عالمین در وقت نماز. اگر خداوند به شما نعمت آب داده بود، نعمت صفایی و پاکیزگی داده بود که اگر استفاده نکردین، کی استفاده میکنین؟ برای بنده های الله برای الله استفاده کنید. لباستان لباس حلال باشه، از پول حلال گرفته شده باشه. نشه خدا اینا خواسته رشوت و اینا در سرمایه شما داخل شده باشه، سود داخل شده باشه، حرام داخل شده باشه. شما جسمتان پاک کردین، لباستان پاک کنین، لباستان از نظر باطنی و ظاهری پاک کنین. چرک و چتل نباشه، چملک نباشه کالایتان وقتی که به حضور الله استاده میشین.
شما را نشان میده که به نماز شما اهتمام کردین، به این ملاقات شما اهتمام دارین، دوست دارین به این مجلسی که با الله میکنین زیبا باشین. الله دوست داره زیبایی را. نظافت جز ایمان ما هست. سبحان الله. بعض وقت شاید در دل ما میتون بگیم خداوند که هر چیز ما را میبینه، پروا نداره بابا، پیش خدا اشتباه میکنید. بهترین کالای در روز جمعه که جمعه چرا فقیر بود، مردم آب شاید در همیشه در اختیار مردم نبود، عطر و اینا گفتن روزای جمعه حداقل روز جمعه که شما در یک ازدحام میرین اونجا خوشبو باشین، شما از عرق زیر بغل شما از عرقتان مسواک ببینید چقدر پیامبر عزیز اصرار میکنن که در هر نماز میبینین بعضی شیخ‌ها هستن سنت توجه میدن پیش از اینکه نماز بخوان بازم یک مسواک میکنن دندانکایشان، بوی دهنشان و مسواک گم کنن، از اون دهن کلام الله بیرون میشه. شما در نماز قرآن میخوانین، دهن شما بوی مشک بده. چقدر اهتمام است به خاطر نماز، به خاطر ملاقات با الله باید این کار ما بکنیم. وقتی که ببینیم خدا نکنه این زبان اگر که آلوده شود و گناه و بعد از شما برین الله اکبر نماز بخونید، و از وقتا میگیم دعای ما قبول نمیشه. چرا خدا دعای ما رو قبول نمیکنه؟ ما چطور این جسارت است که ما در برابر الله بگوییم که چرا دعای ما رو قبول نمیکنی؟ رسول خدا فرمودن که صلی الله علیه و سلم پیش حجر اسود آمده، پیش کعبه آمده، نفر استاده شده، مویش ژولیده است، کالایش است، آثارش معلوم میشه که از راه دور آمده است، بالا کرده که خدای من رو ببخش. خدا می چطور من تو رو ببخشم؟ خوردنت حرام، نوشیدنت حرام، پوشیدنت حرام، دست بالا کردی که من رو ببخش. و چه رقم تو رو ببخشم؟ با این وضع کسی که شراب میخوره 40 روز خدا عبادتش قبول نمیکنه، دهنش مردار شده، حلقش حرام شده. پس ما وقتی به ملاقات الله میریم و نماز میریم اهتمام کنیم عزیزای. دروغ، غیبت، تهمت اینا همگیش پاکی بدن ما هست. اما تو که شوشتیم دان ما را، بس مسواک زدیم، برس زدیم، کریم زدیم که خوشبو شود، ولی اگر غیبت کرده بودیم پیامبر گفتن که چیزی را از زبانت بیرون کردی که اگر در دریا بیفتد دریا رنگش تغییر میده، دریا را کثیف میکنه. قرآن میگه گوشت برادر مرده خوردی تو. وقتی که با اینطور یک حالت ما برای نماز بریم، پیش از نماز باید توبه کنیم که خدایا مرا ببخش. همین حضوری که شما میکنین این توبه کردن است، حضور که خدایا من اشتباه کردم، بد کردم، حالا به حضور تو میایم، مرا بپذیر به حضورت. اما تو که دعا را پیش کعبه الله نپذیرفته، نماز در مسجد میپذیره وقتی که ما آمادگی نداشته باشیم. شما در یک جای داخل میشین باید اول اجازه داخل شدن داشته باشین. اگر جایی باشه که با پول باشه تیکتش باید داشته باشین، شما نبرین. دعوتنامه داشته باشین. در هر عروسی و محفلی که شما میرین که گفت نوشته شد که با کارتتون بیاین، کارتتون نشان ندید تو رو نمیماند اونجا. تیکت داخل شدن در یک محفل شما نداشته باشین، شما رو داخل نمیکنن. یک کسی شما رو اونجا نشناسه شما رو نمیپذیره. پیش الله میریم. یک لحظه پیشتر از اینکه داخل صحبت با الله میشی توبه بکن، خدای ببخش من. حال به حریم مسجد داخل میشو. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. درود میفرستی به پیامبر عزیز. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. خدایا دروازه های رحمتت بر روی من باز کن. با این نیت شما داخل مسجد رفتید. پس شما آمادگیش داشته باشید، وقت برش گذاشته باشید. جای نماز شما
مسجد هست، اگر خانه هست، اگر جای نماز است، جای نماز دزدی نباشه، خانه غصبی نباشه، زمین غصبی نباشه. یک جایی رو به زور و به کلاهبرداری نگرفته باشین که باز در اونجا به نماز بخوانین. کسی گفت که مواد ممنوعه و مخدره را قاچاقبرش است، کلان یک مسجد جور کرده. خدا مرا ببخشه، این صدقه جاریه شو برای من. از کدام پول؟ نعوذ بالله. شیطان چطور بر انسان اعمال زشتش زیبا نشان میده؟ او را هم برش باز مانده، توبه کرده باشه، پشیمان شده باشه، باز برای خودش یک راه، یک صدقه جاری باز کرده باشه که یک گپه. اگر نه که همون امرار حیاتش است. نعوذ بالله. پس ما میبینیم که برای ملاقات با الله، برای نماز، پیش از اینکه داخل نماز میشیم چقدر ترتیبات میگیریم، آمادگی میگیریم. بعض اون پای مبارک ما رو به طرف سجاده پیش میکنیم و داخل مسجد میمانیم. و می نیتی که حال من با الله ملاقات میکنم جل و علا. وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. حالا اگه شما اولادتان امر میکنید بچی گلیم، دختر عزیزم بیا که نماز بخوانیم، او میپسنده از شما. چرا؟ برای نماز خودتون آمادگی گرفتین. شما آماده هستین که با ملاقات الله میرین. شما را الله میپذیره به ملاقات خودش. حالا هر کسی را که با خودتون ببرین، الله برای شما زمینه سازی میکنه. امی زبانتون، امی گپتون بالای امو اولادتون با اثر میگذاره. اونا میپذیرن ایره. بیاین بریم به یک میان برنامه بعد برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
أوحى به. نماز متضمن سعادت دنیا و آخرت ما و شما است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که پروردگار عزیز پیش از هر چیزی بر امت من نماز فرض کرد. سبحان الله. اهمیت نماز نشان میده. ملاقات با الله نماز است. رسول خدا میفرمایند صلی الله علیه وسلم که الله منان قبل از هر چیزی نماز برای امت من فرض کرد و در قیامت هم اولین چیزی را که پرسان میکنه از نماز پرسان میکنه. آیا حق نماز ادا کردید یا نماز از پیش شما ضایع شد؟ در دوامش میگن ای مردم از الله بترسین در مورد نماز. نماز عبادتی بود که پیامبر عزیز ما وقتی که از دنیا میرفتن رحلت میکردن آخرین کلامشان این بود که ای امت من نماز فراموش نکنید، نماز از پیشتان ضایع نشود. نماز علامت اسلام است. نماز یک دیوار از بین انسان و شرک. نماز نمیگذاریش طرف شرک بره. یک حائل است، یک مانعه است. نماز نور مؤمن است. چهرهش درخشان میکنه. نماز میگه چهره شیطان سیاه میکنه. وقتی نماز میشه شیطان فوانش به آسمان بلند میشه. که حال باز مسلمان ها با خدا ملاقات میکنن، تجدید پیمان میکنن، توبه میکنن، از گیر ما خلاص میشن، رنگش میپره، سیاه میشه. بهترین جهاد نماز است. اگر مجاهد در سنگر است وقت نماز داخل میشه، اگر نماز نخوانه خدا جهادش قبول نمیکنه. نمیتونه بگه خدا مرمی میآید جانم. اگر مال از سنگر برایم برای نمازم مرا دشمن میزنه، الله میگه این سنگر به خاطر چی آمدی؟ جهاد به خاطر کی میکنی؟ سلاح به خاطر کی برداشتی؟ به خاطر اعلای کلمه من، به خاطر حاکمیت نظام من، به خاطر رضای من. خب من نماز از پیشتر از او قبول امر کردیم، باید اول با من ملاقات بکنی. این نماز است که تو را من دوباره راهنمایی میکنم، تو را برات قوت میبخشم که در سنگر پایدار و استوار باشی. نماز اگر رفت سنگر هم از پیشت میره و این ثابت شده در طول همین مدتی که شعار جهاد بلند شد، نعره های مجاهدین بلند شد، کسان با جهادم فروختن، جهاد از پیششان رفت. کیا بودن؟ کسایی بودن که به نمازشان اهتمام نکردن. با مجردی که انسان به نماز استاد میشه، الله عز و جل، الله خبیر، الله دانا و بینا توجه میکنه به اون نماز گذار. شما وقتی الله اکبر گفتید، الله به طرف شما نظر میاندازه. چه خوشا به حال اون نمازخوانی که نظر رحمت الهی به او باشه. اگر غفلت کردین از نماز، توجه الله از سر شما برداشته میشه. الله توجه نمیکنه. الله عزوجل این جایی که سجده میبینه، ما شما در سجده چند جای میبینیم؟ کفای دست ما، زانوهای ما، نوکهای پنجی ما، پیشانی ما، اینا را جهنم حرام میکنه. آتش جهنم جایهایی که به سجده الله رفته نمیسوزانه. این برکت نماز است، فضیلت نماز است. بهترین حالت بنده نزد الله میگه در هنگام سجده هست. شما سرتان به حضور الله پایان میکنی: یا الله، من پیش تو ضعیف هستم، ناتوان هستم، من سرکش نیستم، من متکبر نیستم، خدایا من بنده عاجز تو هستم. بهترین شکل، بهترین حالت بنده در وقت سجده هست پیش الله. کلید بهشت است. شما وقتی کلی یک چیز را نداشته باشید میتونید برید.
این نماز کلید بهشت است. وقتی انسان به نماز استاده میشه درهای بهشت برش باز میشه. چی سعادتمند کسایی بودن که در وقت نماز جانکشان رفتن به بهشت و پرده در میان الله و بنده نمازگزار میگه برداشته میشه. نماز چه نعمت بزرگ بوده، نماز چه عمل پسندیده بوده. و بهترین نماز همون نماز است که در وقتش خوانده شود. پسندیده ترین نماز، مقبول ترین نماز نزد الله همون نماز است که در وقتش خوانده شود. نکنن عزیزای ما که کارشان تأخیر کنن نمازشان. بعضی کسا هستن که تلفن ها میبینین میگن که من نمیتونم نماز ما در وقت کارم بخوانم، با شب که خانه آمدم کلش یک جای میخوانم. سبحان الله. این پسندیده نیست پیش الله، این مقبول نیست پیش الله. شما وقتی میگرد نماز میخوانین مثل که دروازه پادشاه جهانه، اما الله دروازیش تخت کنین، پرده ها از میان برداشته میشه، الله با شما ملاقات بکنه. شاهنشاه جهان، شما خودتون ببینید شما چی کار هستید. شما را به خدا یک رئیس شما را 10 دفعه برای زنگ بزنید نمیپذیریتون، وقت نداره. کار عاجل داشته باشین تا واسطه نکنین، وسیله نکنین، تا که یکی باز به یک وزیر برسین و به یک صدر اعظم و به پادشاه و رئیس جمهور عصایتان سوزن شوه و بوتایتان هم پوست سیر. اما الله شاهنشاه شاهنشاه وقتی در نماز استاده میشی دروازهش باز میکنه برات. بیا کب بزن چی میخوای. و اهمیت نماز در دین، کسی که دین داره، کسی که مسلمان است، کسی که ادعای اسلام داره، اهمیت نماز در دین میگه مثل اهمیت سر در بدن است. سرتون نباشه بدنتون چی کار به؟ هیچ چیز. وقتی نماز نداشته باشین دین نیست. دین دیگه چی مانده از اون دین؟ وقتی که اولین پرسش در قیامت از نماز باشه، روزه و زکات و حج اینا کنار میره. وقتی شما سوالای دیگر جواب بدین که شما نمازتون درست جواب داده بتونید، از نماز نمره موفقانه را گرفتین، باز داخل دیگه امتحان میشین، دیگه سوال میکنن از شما. نماز نور دل انسان است. آرامش قلب انسان است. یک سرمایه هست. نماز یک سرمایه هست. و غیر از اینکه خوشنودی الله هست، رضای الله هست، شما را از بدبختی ها، از سختی ها و مشکلات نجات میده. نماز واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز و از صبر کمک بخواین. الله میگه شما را کمک میکنه نماز. هر مشکلی که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم پیش میامد میرفتن 2 رکعت نماز میخواند که خدای مشکل ما حل کن، راهنمایی کن یا رب. وقتی شما به نماز میرین به طرف رحمت الهی میرین. وقتی در مسجد داخل میشین خدایا دروازه های رحمت بروی باز کن. در وقتی که داخل نماز میشین در سجاده پای یک مبارکتان میگذارین، دروازه های رحمت الله بروی شما باز کنه. شما اگر نیت نماز کردین، آمادگی را گرفتین، اهتمام کردین، آل وقتتان گذاشتین برای نماز، اما نمازی را که میخواین الله بپذیره، اما نمازی که شما را به طرف خوشبختی ها و سعادت بکشاند، آرامش قلبی برات، روحتان نورانی کنه. شما در اجتماع مورد احترام مردم قرار میگیرین. شما اخلاق و کردارتان حمیده میشه، پسندیده میشه. جسمتان تر و تازه میشه، شاداب میشین، استوار میشین، کسلی از بین میره. با چهره نورانیتان آله به طرف
مسجد میرین. در ضمن یک کار من باز مسجد هم میرم تو نکنین. من وقت مسجد میرم باز پشت کارم میرم. اول مسجد است و این نیت شما اگر رفتین هر قدمی که طرف مسجد میبردارین یک درجه به طرف الله تقرب پیدا میکنین. خدا شما را به خودش نزدیک کردن در هر قدمی که شما طرف مسجد میرید. او مادرکم او خواهرکم که در خانه هست وقت آمادگی خود گرفت، وقت خود گذاشت از آشپزخانه و از کار خانه و جمع و خود فارغ کرد که عالمه میرم به ملاقات الله. هر قدمش به طرف سجاده و طرف جای نماز او رو به طرف خدا نزدیک میکنه. حال با یک آرامش و اطمینان خاطر الله اکبر میگه. نماز ستون دین است. نماز معراج مؤمن است. سبحان الله. شما را به مدارج بلند هدایت بالا میکنه نماز. روحتان آرامش پیدا میکنه، رنجتان گل میشه، غمتان دور میشه. نماز وقتی شما خواندین با همون خشوع و خضوع. قرآن عزیز میفرماید خداوند سبحان میگن که اعوذ بالله قد افلح المؤمنون. کسایی که ایمان دارن اینا رستگار هستن، اینا بردن میدان، اینا کامیاب هستن. کی هستن اینا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینا کسایی هستن که در نماز خودشان خشوع و خضوع دارن، حاضر هستن در نمازشان، اهتمام کردن در نمازشان، قدر نمازشان میفهمن، حق نمازشان ادا میکنن. جایی هم میفرماید که و قوموا لله قانتین. با او کسایی که فروتن هستند، متواضع هستند. اینا برای وقت بر نماز میخزن امو رقم به مو شکل میخزن، فروتنانه خاضعانه که یا الله منو میپذیری باز به ملاقاتت، حالا میای به حضورت با دل لرزان، با چشم گریان به حضور الله. الله اکبر. اینطور میگه بیاین به طرف ما الله، ندوین ور خطا نشوین. الا کار مانده زود نماز بخوانه برای که کار داره. خدا چی کار داری؟ نماز از همه چیزت که بهتر باشه، مهمتر باشه. اگه همونطور نباشه رنجت گل نمیشه، سعادت نصیبت نمیشه، بدبختی ها از خانیت نمیبراید. همیشه که غم و اندوه دست به گریبان هستی تا که شیطان تو را از راه بیرون کنه و تو را بدبخت بسازه، به هلاکت بکشانید. تا اونمو لحظه شیطان ماندنیت نیست. شیطان چهرهش سیاه شوه وقتی که تو الله اکبر گفتی فرار کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره میفرمایند که روز نماز گذاردند، سپس برگشتند و فرمودند ای فلان، یک کسی را طرفش خطاب کردند، آیا نمیتوانی نمازت را به صورت زیبا و نیک بگذاری؟ نمازگزار باید دقت کند. چگونه نماز گذارد؟ چون او تنها برای خودش نماز میگذارد. در صحیح مسلم این حدیث مبارک می آید. پیامبر نمازشان خواندند، سعی کردن یک کسی البته درست نماز نمیخواند، ای فلان نامش گرفتن، آیا نمیتوانی نمازت را به صورت زیبا بگذاری؟ چرا تو کردی؟ باید به نمازت دقت کنی. تو میفهمی به حضور کی ایستاده هستی؟ به حضور الله. میبینه تو را الله، همون رقم نماز خواندی.
سجده معلوم نیست، قعده معلوم نیست، قرائت معلوم نیست، قیام معلوم نیست. باور خطایی. علمای عزیز، علمایی که جانشان بر اسلام فدا کردن، وقتشان برای خدمت به ما و شما گذاشتن، خودشان وقف کردن، امونام که آدم بود، امونام که مثل ما و شما نفس داشتن، خوشا به حالشان، خدا از اونها راضی باشه، گورشان پر نور باشه. هستن زنده هایی که باز هم در خدمت بشر هستن، در خدمت ما و شما هستن، دین برای ما و شما دو دسته پیش میکنن، به مرور رقمی که ما بفهمیم به ما پیش میکنن. خدا ازشان راضی باشه. اینا میگن که چطور میتونیم ما نماز با اهتمام بخوانیم؟ حق نماز چه رقم ادا کرده میتونیم؟ یکی از این زیاد راهنمایی میکنن، یادآوری مرگ است. این گپ هم از دلشان نمیزنن. میبینید باز به یک حدیث مبارک استناد میکنن. حضرت انس رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت میکنند که فرمودن، رسول الله فرمودن مرگ را در نمازت یاد آور. نماز میخوانیم، حالا به نماز میخوانیم، استاده شویم، نماز مرگ یادت بیایه. من میمرم که هر وقت انسان در نماز خود مرگ را به یاد آورد، شایسته او خواهد بود که نمازش را به صورت زیبا بگذارد. سبحان الله. و چون کسی نماز را به گونه‌ای به جا آورد که گمان نبرد بعد از آن نمازی که گذاشته دیگر نماز خوانده بتواند، و از انجام هر کاری که لازم است بعد از آن عذرخواهی کنی، پرهیز کن. این مطلب بعدی حدیث مبارک. اگر تو بگی شاید می آخرین نماز ما باشه، یا الله، نشک اجل انتظارم باشه، ملک موت انتظار شده باشه یا آمده باشه و سراغ من و من حال فرصت دارم که نماز میخوانم، یا الله، شما حال احساس وداع دارین از دنیا دیگه برای شما ارزش خود از دست میده. عزیزایی که در اینجا هستن اینا از شما مثل که وداع میکنین با اینا. حال فکرتون جمع شده، حال حضور به ملاقات الله دارین. الله اکبر. اگه پیش از اینکه الله اکبر میگی که ما حالکه مردم، چه کار میشه؟ چه کارا کردم خدایا؟ آیا ما در رو قبر در رو جگه مرا بگذارن؟ جواب داده میتونم یا الله. همه چیزا در چشم انسان پردهش باز میشه، میبینن وقتی که مرگ یاد کرد. اوجاست که این نمازش زیبا میخوانه. الله اکبر. خدای مرا ببخش. خدای ملاقات من با تو هست. الهی تو مرا ببخش. دوام حدیث مبارک این بود که از انجام هر کاری که لازم است بعد از آن عذرخواهی کنی، پرهیز کن. چرا انسان یک کار را بکنه که بعد از او عذر بخواه؟ میگه نکو کارته که بعد از او باز تو توبه کنی و عذر بخوایی. و این نماز است که ما را مانع او کار زشت میشه که ما باز عذر خواهی کنیم. ببینیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم با ما چطور دستور میتن که وقتی که داخل نماز میشین یا پیش از اینکه شما نماز میخوانید یاد از مرگ بکنید. نمیفهمیم که چند روز زنده هستیم و این برای ما یک علامت نشان میده که ما در داخل نماز ما باشیم. دیگه وسوسه نکنه ما را شیطان، نبرایم از داخل نماز. خود ما را در حضور الله احساس میکنیم. اگر ما الله نمیبینیم، الله ما را میبینه. تمام حرکات ما زیر نظرش است و با توجه به طرف ما متوجه است الله.
با اینطور اگر ما نماز خواندیم، ما تانستیم حق نماز ما را ادا بکنیم. نمازی که ما را به طرف خوشبختی های ما میکشاند، نمازی که مورد اجابت الله قرار میگیره که بنده مال نماز خواند. جایی هم بود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم صحبت میکردن، یک کس نماز خواند آمد در صحبت که بشینه، گفتن از سر نماز بخوان. رفت صحابی از سر نماز خواند، باز آمد نشست، باز رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که فلان نماز از سر بخوان. باز رفت از سر نماز خواند. نپرسید که چرا، چه میخواین از من؟ خواندم. خوب فکر کرد که یک مشکل هست که مرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگن برو از سر بخوان. باز رفت از سر خواند، 3 بار از سر خواند. باز که آمد، باز گفت که با رسول الله صلی الله علیه وسلم باز گفتن که برو از سر بخوان. قربان شو، 3 بار خواندم، چی مشکل دارم؟ گفتن صحیح نخواندی نماز. تیز میخواندی، حق سجده و حق قعده و حق رکوع و حق قیام اینا را ادا کردن نتونستی. وقت انسان ضایع شود و نیت نماز انسان استاده شود نماز بخونه ولی نماز نشود، این یک بدبختی است. خود شما خواستین یک سرمایه گذاری کنین در یک کار، او را در یک جای غلط بردین ماندین، نهالتان بردین در یک جایی که شوره است کاشتین، او نمیبراید. خانیتان در یک جایی که زمینش پخته تعداب نساختین، زیرش خام بوده، سر از یک چند منزل بالا بکنین، چند روز بعد میشینه، چپه میشه. وقتی نماز میخواین، نماز خب یک سرمایه بوده بر ما، نماز یک چیز عادی نبوده، نعمت بوده، رحمت بوده. ما چطور او رحمت رو ضایع کنیم؟ وقتی شما در نماز استاد میشین، عظمت و بزرگی الله در قلب شما تجلی کنه. من مقابل یک ذات استاده هستم که تمام اختیاراتم در دست است، مرگم، زندگیم، عزتم، ذلتم، سرنوشتم در دست از مو هست. من پیش دو یک شخصیت استاده هستم. به نزاکتی نشوه، من باید خیلی مؤدب، خیلی متوجه باشم به مقابل کسی که استاده است. اوتر نماز چه میخوانه. و در اینجا است که قلب فشار میه، اشک از چشمای مبارکش میریزه. یک قطره اشک به خاطر ترس الهی، به خاطر خوشنودی الهی، این شما رو سبب نجاتتان میشه. الله دوست داره چند قطره را، یک قطره او اشکی است که از خاطر الله بریزه، یک قطره خونی است که به خاطر الله بریزه. اینو پیش الله خیلی گرانبها است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی نماز میخواندن، خود مبارک نماز میخواندن، میگن ما میشنویدیم در درونشان، در سینهشان مثل که یک آب جوش میخوره، گریهشان از درون بود، نمیتونستن مثل که نمازشان رو بخوانن. نماز میخواندن، قرائت که میکردن، آیات قرآن که میخواندن، از درون مثل که یک چیز میجوشه، صدای گریهشان بلند میشد. این سببش عظمت الله هست. در روایت ما از ابو داود و نسائی و ترمذی داریم، ابن حبان امیر صحیح میدانم، میگن که رسول خدا را صلی الله علیه وسلم دیدم که برای ما نماز میگذارد، در حالی که صدای گریه همچون صدای جوشش دیگ در سینه اش پیچیده بود. اینا در عقبشون نماز میخوان، مثل که یک دیگ میجوشه، صدای گریه از قلب مبارک بیرون میشد.
باز وقت ما و شما پور است. میریم به یک میان برنامه، بعد انشاءالله که تلفن ها باز میشه، صدای مبارک شما را بشنویم. شما هم سهم بگیرین در این برنامه ها. امیدوار هستم که الله منان این برنامه ها را سبب هدایت خود ما و همه عزیزایم بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله. لم تغتنمه فقد أضعته. فتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت. تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت. حديثك هم وأنت غدا حديث
لغيرهم فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت. فقد أنكرت منها ما عرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارستم که صداهای گرم شما را هم بشنوم. نماز معراج مؤمن، ستون دین، روشنی قلب، نور بدن، تقرب به الله، همگی در این نماز هست. سعادت دنیا و آخرت. اون نمازی که حقش ادا شود، با اون نمازی که ما و شما اهتمام داشته باشیم، با اون نمازی که عزت و احترام قائل شویم، دوستش داشته باشیم، من حیث یک وظیفه که زود که خلاصش کنیم نباشه، یک سرمایه بسیار گرانبها، یک رحمت از طرف الله، یک نعمت از طرف الله بگیریم و او را حقش ادا کنیم. حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه عادل، دنیا این کار کرده نمیتونه که نظام را اونا بنیانگذارش بودن که از دستور رسول خدا صلی الله علیه وسلم استفاده کردن و او را بنیانگذاری کردن در استحکامش، در نشرش، در تبلیغش، در تقویه و انتشارش. چقدر زحمات کشیدن تا که در محراب شهید شدن. یکی از آرزوهایشان همی بود، دعا کردن یک روز که خدایا و میخوایم که شهید شوم و در مدینه دفن شوم، در بقیع دفن شوم. بقیع جایی است که بسیار مسلمان ها آرزوی دفن شدن در اوجه دارند. در مدینه منوره هست، اهل بیت رسول الله در اوجه هستند، کم از کم 10,000 صحابه در اوجه هست. در این ایامی که ما و شما هم زندگی میکنیم، از ایام القدیم کسانی که در مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم نماز جنازهش خوانده میشه، اونا را در اوجه دفن میکنن. سبحان الله. حضرت عمر رضی الله عنه امی دعا را کرد که خدایا، یا امی تمنا را کرد که خدایا میخوایم که هم شهید شوم و هم در مدینه در بقیع دفن شوم. صحابه گفتن یا امیر المؤمنین، آل فتوحات یا مرز دعوت و جهاد اینا از مدینه بیرون است، چطور شما هم شهادت تمنا میکنین و هم قبرستان بقیع را؟ یک تمنا میکنم، آرزو میکنم. الله دعایشان قبول کرد. در محراب نبی صلی الله علیه وسلم با خنجر خیلی نامردانی ابو لولو، امروز بر از او آرگاه و بارگاه جور شده. سبحان الله. کسایی که قاتل امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه برای خودشان یک مرجع دعا، یک مرجع توسل. سبحان الله. چطور قلب ها سنگ هست. او مبارک در اوج شهید شدن در محراب با خنجر ابو لؤلؤ و در بقیع دفن شدن. در مدینه دفن شدن. در کجای مدینه دفن شدن؟ در حجره رسول الله، در زیر پای رسول الله، در کنار ابو بکر. خدا راضی باشه از همه کشان.
او مبارک وقتی نماز میخواندن، نماز اونام نمازی بود که پیغمبر گونه بود. صحابه میگه که عبدالله ابن شداد میگه رضی الله عنه، من در آخر صف نماز بودم، امیرالمؤمنین نماز میداد، آیت را تلاوت کرد که اعوذ بالله انما اشکو بثی و حزنی الی الله. معناش میشه که شکایت و پریشان حالی و اندوه خود را تنها و تنها به بارگاه تو پیش میکنم خدایا. این دعای حضرت یعقوب. حضرت عمر رضی الله عنه وقت نماز قرائت میکرد، نماز میخواندن، در جایی که به می آیت رسیدن انما اشکو بثی و حزنی الی الله، شکوه خدا به الله پیش میکنن. در اینجا چنان گریه کردن که حضرت عبدالله میگن من از صف آخر بودم، در صف آخر گریه امیرالمؤمنین شنیدم. سبحان الله. اینا نماز خواندن که اون نماز اونها را به مدارج عالی انسانیت و ایمان برد. نامشان نیک در با خط زرین تلاکوب در تاریخ نوشته شد. ما نماز ما را عزیزای ما قسم بخوانیم که الله بپذیره، حق نماز ادا شود. یکی همی بود که ما نماز چه رقم میتونیم حقش ادا شود که مرگ به یاد بیاریم. علمای عزیز ما این مطالب برای ما بیان کردن. ببینیم که عزیز تلفن کرد، مثل که خطا شد. ما دیگر چی کار کنیم که نماز ما را حقش ادا شود، نماز ما نماز شود، نماز مقبول به درگاه الله شود، که ما گناه را ترک کنیم. با پشتواره های گناه داخل مسجد نشویم، با پشتواره های گناه سر سجاده استاده نشویم، گناه را پیش از اینکه میاییم ترک کنیم. خدایا بس توبه کردم. الله توبه پذیر. این منتظر نمی باشه که یک مهلت برای ما بده که من توبه کردم باز برای من یک خطی بیاید یا نعوذ بالله یک اشاره شود که ما بعد از یک ماه یا فکر میکنیم ببخشیم نبخشیم. الله زود پذیر است، الله توبه پذیر است. امی که توبه کردی میپذیر است. اگر حق بنده ها سرت مانده بود که فوری حق بنده ها رو بپرداز، خلاص شود از اونا. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. شما را خیلی دوست می‌دارم آقای جواد. خداوند شما را سلامت داشته باشه. خداوند شما را خداوند دوست داشته باشه. من اسم شما را نمیدونم، از این خاطر کتاب میکنم. بله من مهاجرزاد است اسمم برخه. خوب حالا من که در تلفن خوب نشنیدم، شما در حق من یک دعای خیر کنید خدای گرامی. خداوند شما را سرفراز داشته باشه. خداوند مشکلات شما را آسان بکنه. خداوند شما را در پناه خود. صحبت‌های شما تاثیربخش است خدای عزیز. خداوند شما را سربلند و سرفراز داشته باشه. خدا حفظتان بکنه، با اهل و عیالتان خدا حفظتان بکنه. آمین. رب العالمین دوان دعا کنید هم را زیادتر کند و عبادت‌هایم را زیادتر کند. الهی من همیشه همین شبکه شما را نگاه میکنم. خصوصا برنامه شما را در یک هفته شما را دیده میشود. من حتی تلاش میکنم که با تماس شما نمیتوانستم که نمیدونستم نقدرش که کلمه وقت میشود. شکر خدا با یاری آقای سلیمانی ما فهمیدیم که برنامه از تشبیهات 17 نشده است. شکر خدا مرا با شما تماس داد خداوند و صدای گرم شما را از طریق تلفن شنیدم و خیلی خوشحالم گشتم. لطف کردین، مهربانی کردین. خداوند شما را خوشحال داشته باشه. بسیار تشکر از تلفنتان. لطف کردین. شما را هم خداوند نگهبان باشد و آقای انصاری هم سلام را رسونید به جناب مدیر رحمانی. علیه السلام. علیه السلام. تشکر خواهر عزیز. زیاد به شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خداوند شما را هم سر بلند و سرفراز داشته باشه. ترک گناه بود، ما گناهان ما را کتشو بدا بکنیم. انسان خطا میکنه، اشتباه میکنه، شیطان که همیشه در کمین ما هست، نفس اماره بیداد میکنه، ما را غافلگیر میکنه، بعض وقت از پیش ما گناه سر میزنه. ولیکن الله دوست داره که ما فوراً توبه کنیم، توبه را تأخیر نکنیم. ما که نماز خوان هستیم، ما که به ملاقات الله نیازمند هستیم. وقتی گناه سر زد، حالا چند لحظه بعد ما مثل که به نماز فوری توبه کنیم. گناهان کوچک ما را که در بین این نماز و نماز دیگه اگر قرار میگیره، اینا را خداوند خود به خود میبخشه. گناهان کبیره را فوراً توبه کنیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. خوب هستین؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ از کجا زنگ میزنین؟ خوب بخیر. از مدینه منوره. بفرمایید، صدایتون شنیده میشه. یک سوال داشتم. بفرمایید برادر عزیزم. همین زنی که از شوهرش اطاعت نکنه، به خاطر پاسپورت ترکیه خسته میره ترکیه و اطاعت نکنه، من از طریق تلویزیون میشنم چی میگه. بسیار تشکر، لطف کردین. خدا خیرتان بده. دست زنها هم که به کار بسیار بیهوده. چه کار میکنین شما پاسپورت ترکیه را؟ اگر شما در یک کشوری هستین که امنیتتان گرفته شده، عبادتتان به جا میشه، نانتان یک لقمه نان حلال بر شما یک کسی میاره، چی شوق میکنین اونجا را ترک میکنین؟ مردم آرزو داره بیای در سعودیه. یا الله، شما از مدینه زنگ زدین. سبحان الله، سبحان الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیزم. ما در حق حق فرزندان دعا کنید. ان شاء الله، ان شاء الله خداوند شما را و فرزندانتان در پناه خود داشته باشه. بسیار تشکر از تلفنتان برادر عزیزم. این برادر عزیزم که از مدینه زنگ زد، یا الله مردم شوق داره، مرده ایشان میگه در مدینه برای شما زنده ها چطور از مدینه میایین بیرون؟ چطور دلتان طاقت میکنه؟ رسول خدا در اونجا هست، شما در جوار خانه رسول الله اقامت دارین، چی کار دارین ترکیه را؟ ها اگر اونجا عبادت شما در خطر است، جان شما در خطر است، شما را کدام امنیتتان به هم زده که شما میخواین از اونجا بیرون شوین، روزگارتان نمیچله، روزگارتان سخت شده که بهانه شرعی براتان داشته باشه. در غیر از او از خدا بترسین، از خدا بترسین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. ماجرات سلام یک سوال داشتم. جانم بفرمایید. از کجا؟ از اروپا شما را دعوت می‌کنم. لطف کنین بفرمایید. بعضی از مردم سرما مانده و اونها را ما پیدا کرده نمیتونیم، بسیار کم کم مانده در طول عمر ما، اون را چطور کنیم؟ اینا را هیچ صورت پیدا نمیشه. اگر جواب بدید. بسیار خوب، لطف کردین، مهربانی کردین، تشکر از تلفنتان. من یادداشت کردم برادر عزیزم. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. ما و خواهرک عزیزم که دو کار میکنه. او خواهر عزیزم یکی که مدینه را قدرش نمیفهمه، دیگه که اگر در همین کار شما نافرمانی کنین از شوهرتان، شما را خدا نمیبخشه. شما حق ندارین که نافرمانی شوهرتان کنین اگر شما به روز آخرت ایمان داشته باشید، اگر به فرموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان داشته باشید، شما حق ندارین نافرمانی خلاف شریعت. اگر بر شما شوهرتان یک چیزی میگه که او را حق نداره، اما به خاطر پاسپورت شما خاک مدینه را بعضی کسا میگه سرمی چشم باشه، در او خاکی که پای پیامبر خورده، پای صحابه خورده، پای اهل بیت خورده، در روز فضایی که فرشته های رحمت آمدن، در اونجا که جبرائیل امین آمده، وحی آمده، شما چرا قدرش نمیفهمید؟ برنامه رحمت. السلام علیکم. انشاءالله خواهر عزیز من از این نیتشان ظرف نظر کنن و سنگین در همونجا در کنار
روضه رسول الله بیاین دعا کنن برای اگر کدام مشکل دارن خداوند مشکلشان آسان کنه. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیزم. خداوند متعال شما را زنده و صحت داشته باشه. آمین. با شما عزیزان یک جا. همیشه موفق باشیم. خدایی برنامه‌های نیک و برنامه‌های خیرتون که به خاطر اصلاح رفاهیت مسلمانان شما همیشه کوشش میکنید نمای درست و واقعی را و نماز واقعی را به مردم بفهمانید. خدا خیر بده شما را برادر عزیزم. سلامت باشیم، زنده باشیم، به امید دعای نیک و خیرشون. الهی آمین. خداوند در پناه خود کل ما و شما را داشته باشه یا رب. برادر عزیز ما که حق مردم میگن مانده و صاحبش نمیافیم، شما تلاشتان بکنین. اگر که نیافتین شما همون مقدار را که از مردم، از حق مردم، از امور از طرف از اونا بر یک ناتوان و یک مستحقی از طرف از اونا هدیه بتین، از طرف از اونا خداوند قبول کنه، پیش شما نمانه. خداوند شما را ببخشه. والله اعلم. ان شاء الله به خیر شما هم هست، به خیر همو کسی هم که رفته ان شاء الله ثوابش برش برسه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی کردین. بفرمایید. دکتر امینی هستم، استاد گرامی از آلمان. شما را زحمت دادم. امین صاحب محترم بفرمایید. لطف کنین. صدایتان شنیده میشه. من سوالی داشتم از شما. جانم بفرمایید. یکی که امین نماز شام برکت پیوم که در قعده میشینه، باید در قعده بشینه، نماز رکعت سیوم از قعده پس دوباره بلند میشه آدم در رکعت چهارم. بله. این را باید چی کار کنیم؟ دویم از که ما در آلمان آسپیلونگ میکنم و هفته در ماه 3 بار در بیتریب کار میکنم و نمازهای جمعه رفته نمیتونم و در ماه یک دفعه دوبار نماز جمعه را میتونم که بخوانم. و دویم از که برادرم از مدینه زنگ زد که خانم ما میره از مدینه رو ترک کرده و در ترکیه به خاطر اقامت ترکیه هم اینجا صد گرامی افغانایی هستن که آلمان به خاطر اقامت آلمان، اقامت اروپا قوی میشن. بله. دین خود ترک میکنه. متاسفانه. دویم ازی درباره عروسی در افغانستان هم کمی حرف بزنیم که به خاطر هر کسی که نام عروسی رو در افغانستان میشنوه در داد میشه، مگه نه ما عروسی نمیکنم. برسان میکنیم چرا عروسی نمیکنیم که یک عروسی 20,000 ایران مصرف داره. از نگاه شرعی حق میکنم مگه خوب میشه که گفته شما هر کس که نماز بخونه باید به قلب پاک نماز بخونه. وقتی قلب آدم از تتلی مرداری پاک نشه نمازش هم با خضوع و خشوع خوانده نمیتونن. دیگه نماز وتر. درباره نماز وتر ما و نماز وتر که اهل امام شافعی میخوانند در سعودی فرق میکنه یا چطور است؟ ما بعد از استاد انصاری صاحب شنیدیم که نماز ما و وتر که امام ابو حنیفه میخواندیم ما که هستیم در مذهبش و امام مالک فرق میکنه فکر کنم. امیر اگه جواب میدادیم بسیار خوش میشم. لطف کردین. تشکر. انشاءالله که موفق باشین. خداوند حفظتان بکنه. ما متاسفانه امو برادر عزیزی که از مدینه شریف زنگ زدن و برای اقامت ترکیه، انشاءالله هر برادر و هر خواهر ما اگر در کشورهای اسلامی هستن در اوجه عبادت الله کرده میتونن. حالا بعضی کشورهای اسلامی هم امروز تاجیکستان هم ببینیم رئیس جمهور چطور بر حق رعیت، گرچه رعیت از اون نیست، او خودش سر ملت تحمیل کرده. همون کودتاچی ها هستن که دیروز نامشان کمونیستی بود امروز نامشان امپریالیستی غربی شدن، دیروز امپریالیستی شرقی بودن. خداوند از شرشان ملت ها را نجات ببخشه. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز.
حضرت ما از تاجیکستان هستیم، درق مفتیم یک دوام کاری بینهایت دوستان میدونیم. خداوند عزیز انشاءالله مشکلات همه ما شما را از کل امت حل بکنه. خداوند شما را به مرادی که داشتین برسانه. بله، ما در کشورهایی که مسلمان هستند خواهش ما از اونایی است که اگر عبادت الله کردن نتونستین میتونین بیرون شوید. در غیر از او رزاق الله هست، به خاطر نان بیرون نشوید. در اینجا بسیار کسا آمدن فریب خوردن، آمدن اینا توهین شدن، حقارت شدن، به دینشان استهزاء شد. بسیار کسا مثل که برادر عزیز ما گفتن اینا از بس فشار آمد دینشان تبدیل کردن، فروختن دینشان، نه برای این از جای. اما آبرو و حیثیت ما و شما در وطن خود ما هست. اگر مشکل اقتصادی هست در اینجا، مشکل اقتصادی حال از بین نمیره. اینا آمدن در کمپ ها در اینجا مثل زندانی ها واره برشان مثل قروانه یک چیز پخته میکنن، اگر حلال است حرام است هر چیزی که هست. در یک اتاق چندین سبحان الله کسایی هستن میگه از صدای دهل میگن از دور خوش است. کسایی که در اینجا در داخل هستن شما ببین بسیار کسا پشیمان شدن، برگشتن رفتن. کسایی بودن که تمام زندگیشان فروختن اینجا آمدن، حال حیران هستن سرگردان چی کار کنن. من عرض من است اجازه بر خودتان، شیطان وسوسه میکنه شما را، نه برای این از خانه هایتان، الا ای که شما را عبادتتان عبادت الله کردن نمیتونید. او وقت است که شما خانه‌تان به خاطر الله، وطنتان به خاطر الله میگذارید و پس برای رفتن به خانه هایتان باز کوشش کنید. وقت ما بسیار کم مانده، ما تلفن ها زیاد است. خداوند عزیز برای ما و شما فرصت عنایت بفرمایه، ساعت ها زیاد شود، برنامه ها زیاد شود. این چینل ها امروز 4 تا برای اهل سنت ما داریم. خداوند عددش زیاد کنه. خداوند اون تبلیغایی که به ضد دین ما و شعائر اسلامی ما میشه، خدا اونا را یا اصلاح کنه یا خفکشان کنه که دیگه صدایشان کسی نشنوه. چقدر تخریب کردن، چقدر تخریش کردن. خدای منان اینا را سر جایشان بشانه. برادر عزیزی که نماز شامشان گفتن که 3 رکعت هم خواندن در قعده اخیر نشسته بودن، بلند شدن، اگر اینا رکعت پوره نکردن یادشان می فوراً بشینن، سجده سهو میکنن، نمازشان تکمیل کنن، نمازشان ان شاء الله الله قبول بکنه. جمعه را کوشش ما زیاد باشه. نمازهای جمعه خصوصا ما و شما که در غرب هستیم، این مساجد تقریبا زیاد مساجد است که برای 5 وقت نماز نیست، برای نمازهای جمعه است و روزهای رخصتی هست. علت بنا شدن مساجد در اینجا همین اجتماعات مسلمان هست. شما کوشش کنین برادر عزیز من که در نمازهای جمعه برین، الا ای که شما دست و پایتان بسته میشه و نمیتونین. چرا؟ شما که تنها خوابیده نمیتونین نماز جمعه را، فضایلی که در نماز جمعه هست. و عروسی ها که در افغانستان است معلوم است مردم از دین ما بیخبر ماندن، از سنت رسول الله بیخبر ماندن، مشکلات ایجاد میکنن، ازدواج ها را به تأخیر مندازن. ببینیم چقدر فساد و فحشا بیداد میکنن. البته نماز شافعی و حنفی طبعا فرق داره، ولی که ان شاء الله هر دویشان از سنت پیامبر پیروی میکنن. در هر مذهبی که هستیم مطابق مذهب ما نمازهای ما را بخوانیم. در دل ما شک و شبهه پیدا نشه که از ما اشتباه بود یا از ما صحیح بود، از او غلط بود، نکنیم. کل نمازهایی را که علمایی که به خاطر امید دین بر سهولت بر ما و شما جانشان فدا کردن، چقدر اینا شکنجه شدن از دست امو ارباب هایی که در اوجه بودن. امام ابو حنیفه که در زندان ها عمرشان سپری کردن، به خاطر الله سپری کردن. هیچ براتون تشویش ایجاد نشود. این تلفن آخری رو میگیرم و خداحافظی میکنم. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب شما؟ الحمدلله برادر عزیز. بفرمایید. من آقای مولایی یک سوال داشتم. بفرمایید. وقت خیلی کم است، بفرمایید. من فقط سوالی میکردم از آقای مولایی. بفرمایید. شما میگم به آقای مولایی. نه من خودم هستم برادر عزیز. من مهاجرزاد هستم. بفرمایید. من سوال این دارم که اینجا من تو آلمان هستم، اسمم عبدالله، از بلوچستان پاکستان بلوچ هستم. من اینجا ما 2 تا مسجد داریم،
یکی است از ترکا و یکی است از یک به اسم جماعت احمدیه. شما را خداوند از شر احمدیا خلاص بکنه. وقت ما پوره شده، انشاءالله امیدوار هستم که در برنامه بعدی شما تماس بگیرین، یا ای که بعد از این برنامه که خلاص میشه شما باز تماس بگیرین. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. از همه عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. خدا یار و مددگار شما. أوحى به ياتي ربيع يهمي على الروح ريا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.